دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو جهت اجرای با صفت برنامه‌های تعلیمی پیوسته تدبیر می‌اندیشد. دانشگاه دارای زمینه مادی، تکنیکی، علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاه‌های فنی بوده. عین حال 41 کابینت فنی، 25 آزمایشگاه‌های زمانوی، بیش از 40 آزمایشگاه از جمله صنفخانه‌های لنگافانی، تالار خوانش، تالار ورزشی، میدان و مجمع ورزشی میباشد. فراهم آوردن شرایط مساعد امکان داد که سال جاری 63 نفر دانشجویان دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم نمایند. جهت بلند برداشتن نفوذ اعتبار عالمان و محققان و آموزگاران در جامعه، ریاست دانشگاه به آموزگارانی که رساله نامزدی و دکتریشان را موفقانه حمایت نمودند به مبلغ 151,000 سامانی و برای مهنت صافدلانه و پرثمرشان به مبلغ زیاده از 377,000 سامانی هوسمند گردانید. مؤسسه مذکور در سمت علم و اینواسیون نیز دستاوردهای زیادی داشته. طی 6 ماه سال جاری 21 نفر آموزگاران دانشگاه رساله‌های نامزدی و دکتری دفاع نمودند. از جانب آموزگاران دانشگاه دوام سال 2026 در مجموع 3400 نامگوی مواد علمی تحقیقاتی از جمله 20 مونوگرافیا، 5 کتاب درسی، 2700 مقاله های علمی در مجله های تقریض شونده، کنفرانس های بین المللی، جمهوریوی و داخلی دانشگاهی به نشر رسیده است. طوری مسئولین دانشگاه اطلاع دادند در 6 ماه سال جاری در مؤسسه 57 چاره‌بینی علمی، میزهای مدور، کنفرانس های علمی نظروی و عملی برگزار کرده شد که در این چاره‌بینی ها مهمترین سمت های افضلیتناک علم مورد بررسی قرار گرفتند.